خوانندگان از همین شاهراه از درس به خانه برمیگردند. راهی خطرناک است ولی کودکان چاره‌ای ندارند. ساکنان محله فردوسی کلاب و گرد و اطراف آن از این راه عبور میکنند. ماشین‌های باربر از همین راه به بدخشان میروند. آن را 3 سال پیش ساخته‌اند. در یک قسمتش راهی پیاده‌گرد ساخته‌اند، در قسمت دیگرش نه. مادران کودکانشان را از دیگر راه به مکتب میرسانند. میترسند که ماشین میزنند. این رای کلان قطعی نمیمون. این راهی بین المللی است. شبها چراغ‌هایش کار نمی‌کند. اداره استفاده بری شبکه‌های برق شهر کلاب کارناشیان بودن چراغ‌ها را تصدیق کرد. مسئولین میگویند راه‌های شهر را با تدریج آباد خواهند کرد. شاهراهی که به بدخشان می‌رود از نزد مکتب رقم 53 شهر کلاب جدا می‌شود. یک قسمت راه را 1 سال پیش شرکت‌های چینی بازسازی کردند. قسمت از چراغ‌های این شاهراه کار نمی‌کنند. سال 2022 هم به آخر می‌رسد، اما ساکنان این محله میگویند مشکل آنها در این سال نیز حل خود را نیافت و ممکن است صدمه‌های مرگبار در اینجا تکرار شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.